در قدیم‌ها، در یک روستای دورافتاده، یک پیرمرد حکیم و هوشیار زندگی می‌کرد. او به همه مردم شهر معروف بود و در همه امور زندگیش به ترتیب و تنظیم وقت می‌داد. او به این باور رسیده بود که وقت یکی از ارزشمندترین چیزها در زندگی است و باید به طور باشکوهی از آن استفاده کرد. روزی یک جوان به پیرمرد مراجعه کرد و از او درخواست کرد که درباره ارزش وقت به او آموزش دهد. پیرمرد به جوان گفت: وقت مانند یک گنج است که باید به دقت نگهداری و از آن بهره برداری شود. هر روز هر فرد به شکل یکسانی از این گنجها را دریافت می‌کند و می‌تواند به هر چیزی که دوست دارد صرف کند. اما باید به یاد داشته باشید که این گنجها هرگز قابل بازگشت نیستند و اگر آنها را تلف کنید، هیچ وقت دیگر به شما داده نخواهند شد. جوان با دقت به حرفهای پیرمرد گوش کرد و در ذهن خود تصویری از این گنجها را تداعی کرد. او دریافت که هر روز 24 ساعت را در اختیار دارد و نیاز دارد از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کند. بعد از این ملاحظه، جوان به پیرمرد گفت: آیا می توانید به من راهنمایی کنید که چگونه بتوانم این گنجها را به درستی استفاده کنم؟ پیرمرد به جوان لبخند زد و گفت: بهترین راه برای بهره برداری از این گنجها تعیین اولویت‌هایت است. باید وقت خود را برای کارهایی که بیشترین ارزش را برایت دارند صرف کنی. این به معنای ترک کارهایی است که ارزش زیادی ندارند یا به تعویق میاندازی. همچنین باید زمانی را برای استراحت و تفریح نیز در نظر بگیری. زیرا استراحت قدرت و انرژی را به تو بازگردانده و تواناییت را برای بهتر و کارآمدتر بودن افزایش می‌دهد. جوان از پیرمرد سپاسگزاری کرد و بعد از آن به راه خود ادامه داد. او تصمیم گرفت به مطالعه و یادگیری بپردازد، زیرا ارزشی بالاتر از دانش و آموخته‌ها در نگاه او وجود نداشت. او وقت خود را برای خواندن کتاب‌ها و حضور در کلاس‌ها صرف کرد و در طول روز وقت مشخصی را برای تفریح و استراحت نیز در نظر گرفت. با گذشت زمان جوان به یک فرد موفق تبدیل شد. او به عنوان یک متخصص در حوزه خود شناخته می‌شد و در کار خود تمام تلاش خود را به کار می‌برد. او به ارزش و قدرت مدیریت وقت پی برده بود و به او کمک کرده بود تا از تمام ثانیه‌های زندگی خود به بهترین شکل استفاده کند. داستان جوان و پیرمرد نشان می‌دهد که وقت یکی از ارزشمندترین منابعی است که در اختیار ما قرار دارد. استفاده هوشمندانه از آن می‌تواند زندگی ما را بهبود بخشد و به ما کمک کند تا به اهدافمان برسیم. بنابراین باید ارزش وقت را درک کرده و آن را به درستی بهره برداری کنیم. تشکر از وقتتان. برای مطالب بیشتر کانال یوتیوب روشنایی را سابسکرایب کنید.